میتریل، کشف دنیای فانتزی. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه میتریل. اینجا من قیس و همراه علی شادکام در خدمت شما هستیم توی اولین قسمت از برنامه میتریل. سلام. توی اولین قسمت ما مناسب دیدیم که اول از همه به چند تا سوال برای مخاطبامون جواب بدیم. اولین سوال این که اصلا خب میتریل چیه و چرا ما اینجا با هم جمع شدیم و این برنامه ها رو داریم درست میکنیم، و دوم این که روال کارمون چیه و چه کار، یعنی چه چیزهایی قراره توی این برنامه ببینید، و سوم این که کجاها قراره که این برنامه پخش بشه. خب علی جان یه مقدار توضیح میدی راجع به میتریل؟ خب میتریل برگرفته از جهان آرداست، یعنی یکی از موادیه که یک کیفیت خاصی داره و ما توی داستان‌های تالکین مثل ارباب حلقه ها یا هابیت بله. ردی ازش رو پیدا میکنیم. ماده‌ای که در دل زمین به وجود میاد. اگه بخوایم بگیم شبیه به چه چیزی در جهان واقعیه، میشه گفت شبیه به نقره است یا طلا، مثلا یک فلز گرانبهایی که خاصیت خیلی خاصی هم داره. و در کجاها استفاده شده که خیلی معروف و شناخته شده است؟ مثلا زرهی که بیلبو به فرودو داد، بله. که خیلی ریز بافت بود و اون پتک و شمشیر و تبر اورک ها بهش کارگر نبود. آره، یک صحنه من یادم توی ارباب حلقه ها که یک ضربه‌ای در واقع از توسط سواران سیاه‌پوش البته اون ضربه رو میخوره. آره، ولی اون به خاطر که اون زره رو داشته در واقع نمیمیره، ولی خب یه ضربه سنگینی خورد. یا حتی فکر میکنم توی هابیت هم یک سری در واقع وسایل جنگ، تبرزین ها یا شمشیرها بوده که از این دورف ها در واقع خیلی دنبال این بودن، چون تو حالا داستان آفرینش هم که بعداً تو سیلماریلیون بهش میرسیم، دورف ها خیلی به این علاقمند بودن که تو دل زمین کند و کاو کنند و به چیزهایی که دل زمین بود علاقمند بودن و میتریل رو پیدا میکنن و بعد میتریل که جزء صنایع اینها بوده به دست الف ها هم میرسه. الف ها هم متوجه خاصیت این و کیفیت بالاش میشن و استفاده میکنن. یک ماده به نوعی افسانه‌ای با قدرت‌های بالا و محدود که استخراجش سخته و بعد استفادهش تو همه چیز ممکنه که خیلی از طلا هم سخت‌تر بوده تو جهان در واقع سرزمین میانه و جهان تالکین. ما این اسم میتریل رو انتخاب کردیم برای در واقع برنامه خودمون. نکته بعدی اینه که حالا اسم دورفا رو آوردی، بهتره که اشاره کنیم که خب ما کلا به جهانهای فانتزی میپردازیم توی این برنامه و این جهانهای فانتزی توی هر مدیایی که الان هست و حالا قابل دسترسه یا اینکه جذابیت‌های خیلی زیادی داره، مثل ادبیات، مثل سینما، حتی گیم. الان تو گفتی دورفا، من گادافار یادم بازی میکردم، دورفا نقش حیاتی تو این دوتا گادافار اخیر داشتن که در واقع اون سلاح‌های افسانه‌ای و اسطوری رو توی اون بازی گادافار هم دورفا میسازن. تو خیلی چیزای دیگه هم من دیدم جهان‌های اسطوره‌ای این دورف‌ها و الف‌ها و اینا هستن، انگار که به یه نحوی نمیشه اختصاصا گفت مال تالکین هستن، انگار که یک سری مثلا داستان‌های اسطوره‌ای مربوط بیشتر هم به اروپاست دیگه، نسبت به الف‌ها وجود داره. به جای این که بگیم مربوط به اروپاست، به جای بگیم به همه فرهنگ‌ها مربوط میشه و تو فرهنگ‌های هندو ایرانی و هندو اروپایی خیلی به وفور و شناخته شده تر در اختیار ما هست. ما به جای الفا ما مثلا اجنه رو داریم. آره. حالا تحقیقاتی کردن دوستان، شاید سر موقعش بشه خیلی گسترده و زیاد راجع بهش صحبت کرد،
ولی مثلا بچه‌هایی که حالا مخاطبای ما یا مخاطبای ادبیاتن یا مخاطبای سینما و فیلم و سریالن یا مخاطبای گیم. مثلا تو گیم بچه‌هایی که ورلد آف وارکرافت بازی میکنن قاعدتاً الف ها و دورف ها رو میشناسن، آندد ها هم مثلا میشناسن. بله خیلی نژادها زیاده. طرفداران میازاکی، جهانهای میازاکی که شما به نمایندگی ازشون هستین، خب خیلی از این مفاهیم اسطوره‌ای و ریس‌های مختلف استفاده میکنن تو جهان‌هاش. خب پس ما هدفمون الان توی میتریل اینه که به جهان‌های اسطوره‌ای بپردازیم، به تفاوت میان این جهان‌ها نگاه بکنیم، ارتباطشون رو نگاه بکنیم. نحوه پخش برنامه‌ها اینه که ما به دو شکل تصمیم گیری کردیم که این برنامه پخش بشه، یک شکل صوتی و یک شکل تصویری. اما برخلاف این که خیلی از ویدیوکست ها یا پادکست ها میان صوتی تصویریشون یکی میکنن، ما دیدیم که بهتره که محتوای اضافه باشه. یعنی به چه شکل؟ یعنی اینکه ما میایم اون داستان رو، اغلب اگر داستان‌هایی هست، داستان‌های مربوطه رو به شکل صوتی توی کانال در واقع کست باکسمون و پادگیرهایی که ثبت نام کردیم که حالا در واقع لینک هاشون در اختیاراتون میذاریم و صوتی میایم راجع به اون تصویری در واقع عذرخواهی میکنم، تصویری در واقع میایم در مورد اون جهانها صحبت میکنیم. یعنی انگار که یک بخشش روایته، یک بخشش تحلیله. از اولین چیزی هم که شروع کردیم از سیلماریلیون کتاب در واقع میشه گفت افسانه آفرینش و آغاز جهان آرداست، نوشته جان رونالد روئل تالکین که البته پسرش بعد از فوت ایشون اینو جمع آوری کرد و به تب رسوند، کریستوفر تالکین. سیلماریلیون تا به حال ازش، حالا تا الان امروز ازش فیلم یا مدیای دیگه ای ساخته نشده، صرفا این کتاب هست. امیدواریم ساخته بشه چون که طرفداران ارباب حلقه ها و هابیت خیلی مشتاقن که اینها رو ببینن. یه تجربه شخصی خودم رو میگم، اون کاری که توی سگانه ارباب حلقه ها اتفاق افتاد و اون جادویی که تو اون سگانه ارباب حلقه ها بود که من خودم حالا به شخصی اعتقادم اینه که اون جادوی فیلم سگانه، یعنی در سگانه ارباب حلقه ها، خب به خاطر اون انیمیشنی بود که قبلش تو سالهای قبل ساخته شده بود. دو، به خاطر اون حس تعلقی که کل تیم سازنده نسبت به اون سگانه داشتن و خب حالا دیگه بینندگان همه میدونن واقعا اون سگانه و فرودو اصلا یک شخصیت داستانی نیست دیگه توی اروپا، مخصوصا توی انگلیس. جنبش هایی اصلا من فرودو هم من میدونم اتفاق افتاده، یک شخصیت نمادین تبدیل شده. حالا ما قبل از ضبط هم فکر کنم با علی یه مقدار صحبت کردیم که آقا اصلا حالا یه مبحثی بود، یه سوالی بود، من پرسیدم که راجع به عقاب‌های در واقع عقاب‌های گاندور که مثل صاعقه زئوس یا مثل سیمرغ یا مثل سیمرغ شاهنامه، هر جا که قهرمان به تنگنا میرسه و دیگه هیچ کاری ازش از دستش بر نمیاد، داره اینها سر میرسن و کمک میکنن. آره تو هابیت هم من فکر میکنم تو هابیت میان، تو ارباب حلقه ها میان کمک میکنن. و این سوال خیلی مهمیه که همه میپرسن، میگن که خب این عقاب‌های گاندور بودن، عظمت داشتن، قدرت داشتن، چرا اون حلقه رو به فرودو دادن که فرودو ببره و این همه مصیبت بکشن؟ خب عقاب‌ها میبردن. که حالا جواب‌هایی هم هست که جواب خیلی خوبم. علی جان الان میخوای بگی؟ آره. ببینید در واقع فرق قهرمان‌ها توی ارباب حلقه ها نسبت به مثلا قهرمانی رستم و اسفندیار توی شاهنامه، حالا ما مثال‌هایی میزنیم که همگانی تر باشه، یا هرکول در اسطوره‌های یونانی، یا آشیل مثلا. آره همه اینا یا از نژاده هستن، از نسل خاصی هستن، از خانواده خاصی هستن، ژن برتر، یا پشتوانه یک خدایی رو دارن. مثلا هرکول خب فرزند زئوسه. یا رستم فرزند زاله که خانواده ممتاز خاندان سورنن،
خانواده‌ای هستن که تاج بر سر پادشاه میذارن، پادشاهان کیانی و پیشدادی. یا اسفندیار خودش از تخمه شاهی است، فرزند گشتاسبه که پدرش پادشاه و وقتی میره به 7 خان اون کارها رو میکنه، در واقع انتساب پیدا میکنه به خونی که درونشه. ولی فرودو نه، فرودو یک انسان معمولیه و ایده این که چرا یک انسان معمولی و یک انسان ضعیف، فرودو حالا در واقع یک فردی که تو یک زندگی آرومی رو داره، میان سال هم هست، حدود 40 سالشه، میان سالشه و توی یک روستا، یک اون هابیتون در واقع یک روستا حساب میشه، اونجا زندگی میکنه. اما وارد جنگی میشه بسیار بزرگ که این رو آقای تالکین در واقع از شرایطی که خودش توش بود الهام گرفت. خودش و دوستانش که در دانشگاه آکسفورد داشتن تحصیل میکردن و یهو دیدن وارد اعزام به خدمت شدن در جنگ بزرگ جهانی و مجبور شدن برن تو جبهه‌های مختلف بجنگن. فکر کنم لوئیس هم بوده همراهشون، درسته؟ سی اس لوئیس هم همزمان با اینها بوده. آره، که در واقع اون اسطوره نارنیا که واقعا هم جا داره به اون کتاب هم ما بپردازیم در زمان خودش. سیلماریلیون حالا در واقع جز گروه آثار تالکین، میدونید ارباب حلقه ها پرفروش در این کتاب فانتزی تاریخی است. ما فانتزی رو به عنوان یکی از زیرگروه های ژانر بسیار بزرگ داستان های خیالی میاریم. در واقع اصلیشون حالا باز خودش زیر ژانر داره، های فانتزی که کلن جهان فانتزی است، یا حالا به اون تعابیری که مثلا تودوروف داره و اینا رو تقسیم بندی میکنه، جاهایی که اتفاقات فانتاستیک شگفت وجود دارن. درسته. حالا من یه چیز خوب شد این نکته رو اشاره کردی. حالا ما چون تو پیش درآمد هستیم و این یه دلیلی داره که من احتمالاً میفته برای قسمت آینده من اینو تعریف کنم. اولا که ما وقتی ژانری داریم صحبت میکنیم، خب ژانر که برای یعنی ارزشمندی هیچ وقت به هیچ اثری ژانر نمیده. خب ژانر بیشتر برای ماست که میخوایم بدونیم که با چه چیزی روبرو هستیم. مثلا من خودم جدیداً فیلم مثلا میزنه آقا ژانر درام عاشقانه مثلا داشته باشه، من خط میزنم جدیداً. خب الان اون روز سریال الین تازه اومده، خب من خب جهان الین خیلی علاقه دارم. بعد یه دو تا نقد خوندم گفتن وارد جهان الین اینو رفتم قسمت اولش دیدم، نه گفتم مثلا زیادم نتونست خوب استفاده بکنه از اون جهان الین. ولی خب میخوام بگم ژانرها به ما کمک میکنن که اولا که برای مخاطبا کمک میکنن که بدون دسته‌بندی کنن بین این همه فیلم و کتاب سراغ چی برن. خب این یه نکتهشه. نکته دومش اینه که تو بحث تعویلی هم به ماها خیلی کمک میکنه که اگه بدونیم ژانرش چیه. یعنی اگه مثلا یک داستانی شما واقع‌گرا بخونی واقعا خیلی فرق میکنه تا یک داستانی شما رئالیسم جادویی بخونی. دقیقاً همینطوره. ما خیلی مهمه که وقتی که سراغ یک اثر ادبی میریم یا حتی گیم، بله فرقی نداره، تو سینما هم همینطور. من یادم میاد بچه که بودیم مثلا فیلم میدیدیم آقای جکی چان رو که همه رو میزد و هیچیش نمیشد، اون خالی بندیه. بله خالی بندیه. ما یه موقعی باید بدونیم که قراره ژانر خالی بندی ببینیم و این موقع هم قراره که بدونیم میخوایم فانتزی بخونیم، پس قراره که توش ریس های مختلف ببینیم، اتفاقات مختلف ببینیم، غول‌ها، شیاطین فوق‌العاده قدرتمند ببینیم، پریان ببینیم، شیاطین ببینیم و با پیش آمادگی بریم سراغش. آره و لذت ببریم از اون جهان و اون تحویل هم داشته باشیم. خب پس ما اگه بخوایم یه تعریف از ژانر فانتزی بکنیم، حالا من گفتی وارد ریس های مختلفش، من یاد چیز افتادم، یاد ویچر افتادم که اون هم چقدر خوبه، ما چقدر مطلب داریم میتونیم بهش بپردازیم. شاهکار آندی ساپوفسکی، نویسنده لهستانی که تو گیم اول فوق العاده در واقع مطرح شد و بعد ما دیدیم که پشتوانه خیلی قوی هم تو ادبیات. آره یعنی اون هم همین جوریه، یک جهان خیلی پیچیده و پر از الفا و حالا من میگم الفا در واقع پر از اجنه و پری و اینا هستش.
نکته جالبش اینه که اونم یه داستان خیلی جالب داره که اون موقع اون صنعت گیم هنوز پیشرفت نکرده بود. این من چیزشو مطالعه می‌کردم، میخوندم چیزی ساختشو. اینا یه گروهی بودن که توی لهستان، این CD پروژکت رد که در واقع سازنده اینا، از مدرسه شروع کرده بودن CD رایت می‌کردن. اونجا مثل که لهستان مثلا ایران خودمون بوده تو اون دوره، کپی رایت اینا نبوده. بعد اینا میرفتن CD بازی رو رایت می‌کردن، تو مدرسه پخش می‌کردن، می‌فروختن. بعد مثلا دیدن آقا بازی داریم می‌فروشیم، بریم خودمون بازی بسازیم، مثلا یه جریان اینجوری. بعد میان پیش همین نویسنده چیز میگن که چه بهتر که بیام از اسطوره‌های مثلا خودمون استفاده کنیم. اون مثلا میگه که بازی چیزی نیستش که خب مثلا نمیدونم حق بازی رو $1000 فروخته بود، $2000 یه همچین رقمه. گفتم باش، به یه هر پول دارید اصلا بریم، اصلا همینجوری. بعدن که اینا رفتن موفق شدن و یه بازی این همه ترکوند و اینا، میدونی که شکایت کرد برش، گفت یا اصلا شما کلاهبرداری کردید ما همه $2000 دادیم. البته بازم این چون من میدونم بچه‌های CD پروژکت رد بچه خوبی بودن، دوباره مثلا اینکه رفتن رضایتش رو جلب کردن. ولی کلا دارم میگم ما جهان‌های فانتزی، ما فقط یه تعریف کلی از جهان فانتزی الان بدیم. جهان فانتزی جهان‌هایی است که خب اموری که برخلاف تجربه زیستی ما هست اتفاق در اون میفته، خب و اون رو ما میتونیم درک بکنیم. مثلا عصایی داره، چوبی داره که با اون عصا و چوب در واقع یک جادویی رو اعمال میکنه. مثلا در دل تاریکی روشنایی میده. آره. عصای گاندولف. بله. یا یک خمره‌ای میده که توش یک مایعیه که وقتی که تو تاریکی میریم به تو روشنایی میده. یا درختان حلقه‌ای وجود داره که وقتی که دستت میکنی تو رو از جهان نامرئی میکنه، غیب میکنه. حالا میگم این پس این نکات داشته باشیم. البته جهان‌های فانتزی شباهت‌های زیادی با اسطوره‌های دینی دارن، با جهان‌های دینی خیلی شباهت دارن، ولی ماهوً با هم تفاوت دارن. یعنی خیلی جاها ممکنه شباهت داشته باشن اما ماهوً خیلی تفاوت دارن. در این حد هم انقدر تفاوت دارن که تو خود در واقع نقل قول‌هایی که از متون و کتب دینی میشه همیشه خودشون میگن آقا ما رو به اسطوره نچسبونید، بس نکنید، تو اینو افسانه ندون. این چیزی که من برات تعریف می‌کنم، این صحبتی که وجود داره بین اسطوره و دین، خب میدونی یه مصاحبه خیلی معروفی هم هست بین جوزف کمبل و اون خبرنگار آمریکایی تو اون برنامه که اینا با هم دیگه صحبت میکردن که آقا راجع به اسطوره و دین، گفت اسطوره یک دروغه و این میگفت که نه، اسطوره دروغ نیست، اسطوره استعاره است. همونطور که دین میتونه خیلی از مسائلی که میگه استعاری باشه. خیلی مبحثش طولانیه. مصاحبه خیلی جالب. Stories are sort of to me like messages in a bottle from shores someone else has visited first. Yes, and you're visiting those shores now. And these myths tell me how others have made the passage and how I can make the passage. And also what the beauties are of the way. I feel this now, moving into my own last years, you know, the myths help me to go with it. ولی کلا دارم میگم که اسطوره اهمیت داره. حالا قبل از اینکه ضبط بشه من به علی گفتم یه انگشتر خیلی قشنگی دستش کرده، گفتم خیلی انگشتر قشنگه، گفتم به جادوی سنگ‌ها اعتقاد داری؟ علی گفتش که میدونم که در واقع تو جهان اسطوره‌ای و سنگ‌ها جادو خیلی زیاد دارن اینا، ولی من بیشتر داستان‌ها رو علاقه دارم، به خود داستان‌ها علاقه. ولی من بیشتر جزو اون دسته کسایی هستم که دوست دارم این داستان‌ها رو نه تنها علاقه دارم بلکه دوست دارم که اون جهان‌ها اصلا زندگی کنم. یعنی دوست دارم که اون جهان‌ها برای من واقعی باشه. و اینکه من فکر میکنم که همراه ما باشید خیلی لذت خواهید بود. توی این مسیری که ما آغاز کردیم از تالکین شروع میکنیم. خیلی جهان‌ها خیلی زیاد هستن، جهان‌های زیبا هست، جهان‌های ترسناک هست، جهان‌های عاشقانه هست، همه اینا هستش که توی ژانر زیربستر فانتزی روایت میشه. علی جان برای این قسمت چیز دیگه ای داری بگی به مخاطبا یا نه؟ یک مقدار حالا راجع به خود سیلماریلیون صحبت کنیم.